دیروزه واقعی که شد میلیون ها تاجیک را در خجالت گذاشت. به این خاطر دوستان، اوید سیاح توریست بسیار احتیاط باشید، چون هر کاری که ما میکنیم آنجا نمی روند گویند که عبدالرحمن کرد، ماهیره کرد یا کسی دیگر، تاجیک میگویند. و یک چیز دیگر هم در ما آشکار است که همین که سیاح آمد، توریست آمد، ما نرخ را 2 برابر 3 برابر قیمت میکنیم، معامله را اکثر دیگر میکنیم. نه، توریست سیاح هم بمانند ما شخص عادی است، فقط 1 سال کار میکند، در 1 سال 1 ماه هر چی که جمع کرد برای آنها عجیب است. سیاح برآمدن، بعد برآمده این طرف آن طرف یگانجا تماشا میکنن. ما کوشش میکنیم که بهتر شود تا مردم خارجه بیاین از تاجیکستان، به خاطر یک کاری کوچک آبروی میلیون ها تاجیکستانیان را میریزانید. بسیار با احتیاط باشید، این موضوع بسیار نازک است. گر نباشیم به فرمان وطن، نامردی است. هم نبودن همگی آن وطن نامردی است. جرم سخت اگر قاتل کس گردد، در وطن کشتن مهمان وطن نامردی است. ای که بر امنیت صلح وطن دشنامی، داغ ماندن بر دامان وطن نامردی است. سنگ از دور به میهن زدن این بیشرمی است، پست کردن شرف و شان وطن نامردی است. هر کجا کس برود عشق وطن همراه است، بشکستن همه پیمان وطن نامردی است. هموطن، مشکلی میهن غمی ما باشد دان، که نگشتن پی درمان وطن نامردی است. با محل بازی منحوس و شر خودخواهی، رنج دادن به تن و جان وطن نامردی است. وقتی سختی وطن پشت به میهن کردند، وقتی سختی وطن پشت به میهن کردند، گر نباشیم سربان وطن نامردی است. میهن این مادر غمخوار ما در دنیا، تافتن روز در و خانه وطن نامردی است.